بدا به حال او جوانایی که امروز پابجی میکنن و در پابجی سیل میکنن که در یک قسمتش وقتی که میرسن اونجا دشمنای اسلام برای اینمی جوانی که میگه من مسلمان هستم، این جوانی که گپای ما را میشنوه بر از این باز عذر نیست. بر از این جوان میگیم وقتی که تو پابجی میکنی، در وقت پابجیگری که وقتی در مقابل کعبه میایه و با سلا و تبر گرفته و خانه کعبه را و ایران میکنی و میزنی و در مقابل بت میایه برای بت عبادت میکنی و از این قسمت تیر میشی، لقد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان به خاطر بازی پابجی. بدا به حال او جوانایی که امروز پابجی میکنن